سلام. شده واسه شما هم پیش بیان که از خودتون بپرسین چرا یک سری راز هست افراد موفق گفته میشه توی مصاحبه های مختلف. این همه آدم ها هستن که پکیج موفقیت رو میفروشن، اما اونا هستن که پولدارتر میشن. ما اگرم به اون کار عمل کنیم هیچ اتفاقی واسمون نمیافته. چرا؟ اونا چند تا چیز رو دارن که ما باید اون مهارت‌ها رو تقویت کنیم واسه اینکه بتونیم به اون موفقیتی که مورد نظرمون هست برسیم. اولین چیزی که مهمترین چیزه، ما باید شجاعت داشته باشیم و به حرف دیگران گوش نکنیم. شاید شده شما میخواید وارد یک عرصه بازار کاری یا کاری که میخواید انجام بدین هستین، اما مرددین. چرا؟ به خاطر اینکه فکر میکنید از طرف آدم‌های مهم یا اصلا افراد قضاوت میشید، افراد دور یا نزدیک. افراد دور اگر نگران قضاوتشون هستین که نباید بهتون بگم افراد دور هیچ تأثیری تو زندگی، توی سلامت روح و روان ما ندارن. پس نباید انقدر نگران باشیم که اونا میخوان در مورد ما چه فکری بکنن. و افراد مهم زندگیمونم شاید موفق نباشن با اون کاری که ما داریم انجام میدیم، ولی اشکالی نداره. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه ما ازشون مشورت میگیریم، ولی در نهایت ماییم که اون کار رو انجام میدیم. اولین چیز پس شجاعت بود. دومین چیزی که وجود داره اینی که خودمون رو دوست داشته باشیم. یه سری هستن میگن خود دوست داشتن خب یعنی من میکاپ نکنم، موهامو درست نکنم، این کارو نکنم، اون کارو نکنم، ورزش نکنم چون من بدنم همینطور حالا با این اندام دوستش دارم. ولی ما نباید از قضاوت چیزهایی که قابل تغییر نیستن بترسیم، به خاطرشون به کسی جواب پس بدیم و اینکه تغییر اون چیزی که حالا دست ما هست، مثل صورت، مثل چاقی یا لاغریمون، همه اینها، این تغییرات، این میکاپ، این فیلتر گذاشتن، هر چیزی اگر واسه به دست آوردن تایید دیگران باشه، واسه روح و روان ما، واسه ما مضره. اما اگر حال دل منو خوب میکنه، اگر احساس میکنیم که احساس خوبی بهتون دست میده، بهمون دست میده، پس انجامش میدیم. چون ما معتقدیم که واسه ما خوبه، ما دوستش داریم، من حالم باهاش خوبه، پس انجامش میدم. ولی اگر این تغییری که دارید انجام میدین واسه تایید دیگران باشه، این اصلاً واسهتون خوب نیست. یکی این که باید خودمون رو دوست داشته باشیم. موفقیت از خود ما شروع میشه. حتی نزدیکترین افراد هم نمیتونن شما رو به زور به سمت موفقیت هل بدن. تا حالا کسی رو دیدین که به زور وارد یک رشته تحصیلی شده باشه و آخرش هم به نتیجه مطلوبش برسه؟ هیچ وقت اینطوری نیست. همیشه افرادی که با علاقه، با جون و دل یه چیزی رو دوست دارن، همیشه تو اون عرصه موفق میشن. چرا؟ به خاطر اینکه صد خودشون رو تو اون میذارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه آدما خسته میشن از یک سری چیزها، ولی افراد موفق هستن که از اون کاری که دارن انجام میدن کمتر خسته میشن، به خاطر اینکه میدونن که چه آینده خوب و مطلوبی در انتظارشون هست. دومین چیز اینه که خودمون رو دوست داشته باشیم و بدونیم که داریم توی چه مسیری موفقیت قراره واسمون اتفاق بیفته و این میشه. سومین چیز که من احساس میکنم که همه این سه مورد به هم دیگه وابسته است، اینه که زبان ما و حرفایی که ما میزنیم و افکاری که درون ذهن ما وجود داره همه دارای انرژی هستن
و ما باید یک چیزی رو یاد بگیریم که بتونیم افکار توی ذهنمون رو مرتب کنیم و بهشون سر و سامون بدیم و افکار خوبی رو در ذهنمون داشته باشیم. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه ذهن ماست که ما رو کنترل نمیکنه، ما که ذهنمون رو کنترل میکنیم. یک. دو اینکه همه اینها وقتی گفتم هم مرتبط هستن یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که اعتماد به نفس رو نداشته باشیم به خودمون باور نداریم که من میتونم توی چیزی موفق باشم و وقتی هم که میخوایم وارد اون عرصه کار بشیم اون شجاعت رو از دست میدیم و اصلا به زور هم ما رو وارد اون کار کردن، بهمون توصیه کردن، ما به توصیه اونها وارد اون کار شدیم. خب چه اتفاقی میافته؟ اعتماد به نفس رو ندارم، هی به خودم تلقین میکنم من نمیتونم این کار رو انجام بدم و چون به خودم تلقین میکنم هی توی فکرم میگذره، هی میگم من که نمیتونم، بابا من که نمیتونم این کار رو انجام بدم. در نتیجه چی میشه؟ انرژی اون کلمات و اون افکار من نمیتونم، من شاید نتونم، من اونقدر نیستم که بتونم این کار رو انجام بدم، به من یک جوری برمیگرده که من نمیتونم به اون وضعیت خوب و استیبلی که میخوام برسم. پس توی حالا ویدیوی بعدی در مورد مرتب کردن افکارمون و اینکه چطوری با اعتماد به نفس باشیم صحبت میکنیم. رمزها و چیزهایی که در مورد موفقیت لازمه که بدونیم رو باشون صحبت میکنیم. چون من خودمم به اون صده نرسیدم. نه آدم موفقی، آدم معمولیم که در مورد چیزایی که دوست دارم صحبت میکنم. چیزایی که فکر میکنم فرهنگ سازیش توی جامعه خیلی مهمه. آدمایی که سردرگم هستن، اوورتینکینگ دارن و خیلی با این مشکلات روبرو هستن و من وظیفه میدونم که بیام به عنوان یه آدم خیلی 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 کوچیک که خودش هم داره این کارا رو انجام میده، از تجربیات خودش مایه میذاره که چیکار کنه که ماها در کنار هم بتونیم با همدیگه به اون موفقیت برسیم. اگر ویدیوهای دیگه من در مورد کتاب‌های مختلف دیگه در آینده میخوایم وارد ویدیوهای زبان انگلیسی هم بشیم و صحبت‌هایی که با هم انجام میدیم، خیلی 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 خوشحال میشم که بنده رو دنبال کنین، نگاه‌های زیباتون رو به من بسپارین و خیلی خوشحال میشم که تو این مسیر بتونم همراه شما باشم. مرسی.